هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کندوز. در سومین دیدار از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کندوز، تیم‌های عقابان شاروالی و اسپینزر در یک رقابت نفسگیر و تماشایی به مسافه هم رفتند. در پایان تیم عقابان شاروالی با نتیجه 3-2 موفق شد تیم اسپینزر را شکست دهد و 3 امتیاز ارزشمند این بازی را از آن خود کند. مسئولان فدراسیون فوتبال کندوز میگویند تنها یک هفته به پایان رقابت‌ها باقی مانده و تیم‌های مدعی با انگیزه بیشتر برای کسب جایگاه بهتر در جدول لیگ برتر کندوز و قهرمانی تلاش می‌کنند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر ولایت کندوز هفته هشتم بازی سوم میان تیم‌های عقابان شاروالی و اسپینزر کندوز که هر دو به مسافه هم رفتند که در نتیجه 3-2 پیروز میدان عقابان شاروالی شد و رقابت‌های لیگ برتر در هفته آخر است. باشندگان و ورزشکاران کندوز که تماشاگر این رقابت‌ها هستند از سطح بلند بازی‌ها ابراز رضایت کرده و خواهان ادامه چنین رقابت‌ها در ولایت کندوز هستند. با استفاده از فرصت با تعداد از همکارا آمدیم و از دیدار از فوتبال امروزی واقعا لذت بردیم و امیدوار هستم که بیننده ها و بازیکن ها بیشتر در این میدان دیده شوند و آینده خوبتر داشته باشند. امروز بازی در مقابل اسپینزر بسیار فشرده بود، سخت‌تر بود و بچه‌های ما ان شاء الله آماده بود. نتیجه را 3-2 به نفع تیم خود ان شاء الله امتیاز کسب کردیم. ان شاء الله بسیار خوشحال هستیم. در پنجمین دیدار از این هفته قرار است تیم‌های ریاست سرمیاشت و ستاره‌های سادات برای به دست آوردن 3 امتیاز حساس این دیدار با هم روبرو شوند.